سلام، من پارسا هم اینجا استدیو بزرگ دنیای پرچم اومدیم با آموزش نصب شیخ پرچم‌های فروشگاهی پرچم ساحلی سمتری. تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. پرچم ساحلی که به دست شما میرسه به این صورت بازه، شامل یه پرچم میشه، یه دونه کفی، شفت فلزی پرچم و 3 تیکه میله. حالا امکان داره یه سری تولیدی‌ها میلهشون یه تیکه باشه، 3 تیکه باشه یا 4 تیکه باشه، ولی پیشنهاد دنیای پرچم به شما اینه که از میله‌های 3 تیکه یا 4 تیکه استفاده کنید که هم طول عمر میله‌تون تو باد شدید خیلی بیشتره و هم حمل و نقلش براتون خیلی راحت‌تر و به صرفه‌تره. تو مرحله اول باید شفت فلزیمون رو پیچ بکنیم به کفیمون. یه قسمت جای شفت داره، با دست خیلی راحت تا جایی که جا داره باید شفتمون رو روی پیچ سفت و ثابت بکنیم. مدل میله‌ای که الان می‌خوایم براتون سوار بکنیم مدل 4 تیکه است. حالا امکان داره 3 تیکه باشه یا 1 تیکه باشه. تو نصبش هیچ تفاوتی نداره، فقط کافیه که میله هامون رو از سایز بزرگ به کوچیک روی شفتمون قرار بدیم. از سایز بزرگ شروع می‌کنیم. از نصب دوتا میله‌مون، دوتا میله پایینی اون میمونه. میله اولی که قرار میگیره انعطاف داره. این میله‌ای که انعطاف داره باید بالاترین نقطه از میله‌مون قرار بگیره. آخرین مرحله هم نصب پرچم روی میله‌مونه. بهترین کار اینه که میله رو از کفی جدا بکنیم، خیلی راحت پرچم رو داخلش قرار بدیم و بعد روی کفی قرار بدیم. فقط توجه داشته باشین تا جایی که جا داره باید میله ما بالای پرچم تا انتها بره. بعد از نصب پرچم روی میله باید بند پایین پرچممون رو گیر بدیم به بستمون. حالا امکان داره که این بست فلزی باشه یا پلاستیکی، خیلی تفاوت نداره، هر دو مدلش نگهدارنده پرچم شما روی میله هست. این باعث میشه که پرچم سر نخوره و به بالا هدایت نشه. فقط یه نکته خیلی مهمی که باید در جریان باشیم اینه که میله‌مون رو ثابت روی کفی قرار ندیم. پرچم ساحلی باید بچرخه و یکی از مهمترین خصوصیات میله های 3 تیکه و 4 تیکه اینه که پرچم خیلی راحت میچرخه، از هر طرف که باد بیاد به همون جهت قابلیت چرخش داره. یه نکته دیگه که خیلی مهمه باید رعایت بکنیم موقع نصب بند پایین پرچممون، حتما اندازه‌ای بکشیم پایین پرچمو صفر بکنیم که نخواد دفرمه بکنه پرچممون بالاش به حالت اوریب وایسه.